سلام، امیدوار هستم که صحت و عافیت داشته باشین. سه شنبه شب گروه طالبان 3 تن از جوانان ولایت بلخ را در کمربند ولسوالی بلخ به شهادت رسانده است که اسامی آنها احمد فهیم، اسدالله و عیسی خان می باشد. گروه طالبان در صفحات ایکس اتهام‌های بیشمار را بر آن جوانان رد داده است و بسته نموده است و گفتند که آنها با جبهه آزادی و جبهه مقاومت در ارتباط بوده است و همچنان بعضی از افراد طالبان آنها را وابسته به گروه داعش دانسته است و سخنگوی والی طالبان ادعا کرده است که آنها در مزار شریف آمده است تا حمله بر جان والی داشته باشه است و ادعا نموده است که از نزد آنها بعضی وسایل نظامی و $50,000 دریافت نموده است. اما فامیل و اقارب این 3 جوان تمام ادعاها و اتهامها را رد نموده است و گفته است که آنها آدمهای فقیر و از خانواده های معمول مردم افغانستان بوده است و همیشان غریبکار بوده است و هیچ وابستگی با هیچ گروه مسلح نداشته است که آنها گفته است احمد فهیم دکان کپی کشی در ولایت بلخ داشته است، اسدالله دکان در مارکت متحد شهر مزار شریف داشته است که در آنجا رخت فروشی و خیاطی میکرده و عیسی خان همچنان مدت بیرون از افغانستان بوده است و در این اواخر دوباره پس به افغانستان بازگشته است. متاسفانه ما در افغانستان شاهد این نوع قتل و کشتار توسط طالبان قبل از این همچنان بوده ایم و هیچگاهی هیچ گروهی و هیچ نهادی نبوده است تا از اینها بازجویی بکند و دست اینها را از اعمال و کشتار خودسرانه مردم مظلوم افغانستان بگیرد. تا برنامه دیگر، تا اینکه من در خدمت شما قرار میگیرم. الله حافظتان.